همونطور که از اسم شاخص‌های فورکاستینگ مشخصه، این شاخص‌ها برای پیش‌بینی آینده هستند، به این معنا که ما ببینیم در ادامه پروژه با چه شرایطی مواجه هستیم و پیش‌بینی کنیم پروژه رو در چه زمانی و با چه بودجه‌ای به پایان میرسونیم. اولین شاخصی که در این بخش بررسی می‌کنیم شاخصی با عنوان EAC هست. EAC یا Estimate at Completion بیانگر بودجه مورد نیاز برای کل پروژه هست. در واقع EAC حاصل جمع هزینه واقعی صورت پذیرفته در پروژه و هزینه مورد نیاز برای اتمام باقی مانده پروژه است که ما اون رو ETC مینامیم، Estimate to Completion، که خود ETC هم یک شاخصی هست که در انتهای موارد مفصلا به اون خواهم پرداخت. اما شاخص دیگری که بررسی می‌کنیم شاخص VAC یا Variance at Completion است. در واقع VAC تفاضل بین BAC و EAC هست، یعنی بودجه پیش بینی شده و بودجه مورد نیاز برای اتمام کل پروژه. در واقع انحراف بودجه پروژه رو VAC میگن. در دنیای پروژه VAC به عنوان میزان تمدید یا تمدید بودجه هم شناخته میشه.